رکوع و سجود و عبادت و بندگی تو مشغولن، چه از انسانها و چه از فرشتگان و چه از مخلوقاتی که خودت میدانید و ما نمیدانیم و در علم ما نیست. پروردگارا، اما این صحبت این جمع هست که میگویند ما جز تو ربی دیگر نداریم. پروردگارا، همه به در خانه تو رو آوردن، این جمع را ناامید بر مگردان. پروردگارا، اینها از برکت این مهمان عزیزی است که شما فرستادید به سوی بندگانت. یک بار دیگه به بندگانت فرصت دادید که خودشان را دریابند، اون هم در آخر زمان که فتنه و فساد و بی ایمانی و بی تقوایی و ظلم و فساد بر دنیا خیمه افکنده. پروردگارا، این مشعل هدایت و نوری که به رمضان دادید که دنیای تاریک را که این همه ظلم و فساد در بر دارد بدرخشاند. پروردگارا، از این نور دلهای ما و افکار ما و جان ما و درون و بیرون ما را و خواهر و برادر ما و دوستان ما و خواهر و برادر مسلمان ما و خواهر و برادر انسان ما را منور بگردان. پروردگارا، همه این جمع امیدوارانه در خانه ربی کریم، ربی بزرگوار، سخاوتمند، تواب، ستار، غنی، رحیم، رحمان، ودود، تواب آمدن. پروردگارا، این جمع را ناامید بر مگردان. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر از خداوند هم یک نوع ادب هست و هم یک وظیفه و هم مایه خیر و برکت و رشد. لئن شکرتم لازیدنکم. و هم ما باید بندگان وظیفه شناس و قدر شناسی باشیم و هم باید بندگان مؤدب و محترمی باشیم و هم خواهان برکت و رشد و توسعه، که در تشکر هم از بندگان خدا و هم از خداوند این سه خاصیت نهفته است. ایام و لیالی این ماه پرخیر و برکت داره سپری میشه. برد کسی کرد که استفاده کرد. خورشید رو نمیشه نگه داشت. بعضی از علمای مخلص و ربانی که زندگیشون مملو از خیرات و برکت بود و استفاده و افاده، اگر شخصی در مسیر راه دست اونها رو میگرفت، جناب شیخ که چند لحظه بیست میخوام سوالی رو مطرح بکنم، میگفت همینطور با من بیا، من وقت ایستادن ندارم، با من بیا سوالتو مطرح کن، من به حرکتم ادامه میدم. خورشید رو نمیشه نگه داشت. خورشید در حال حرکته و در حال فایده رساندن. همطور که داره حرکت میکنه، حرکتش برکات خورشید را به کل نقاط دنیا و مردم دنیا و مخلوقات دنیا میرساند. ماه مبارک رمضان هم همینه. از طلوعش تا غروبش تا دوباره طلوعش همش حرکته و همش برکته و همش رحماته و همش فیوزاته. حالا عاقل و خردمند و کیس و زیرک و باهوش و دانا کیست؟ کسی که از این موقعیت و فرصت پیش آمده حد اکثر استفاده را ببرد. خداوند دست هیچ کس را نبسته برای کسب ثواب، به همه مجال داده. حتی اون کسی که رو بستر بیماری خوابیده میتونه با دلش ذکر خدا بکنه و شاید از همه به خدا نزدیکتر باشه و خدا رو در کنار خودش ببینه
اون زندانی که اسیر زندانه، حالا سوء تفاهمی شده، به خطا رفته زندان، با اشتباهی که ازش سر زده رفته زندان، با تعدی و ظلم رفته زندان، دلش که زندانی نیست، فکرش که آزاده، در زندان میتواند کسب فیض کند، از بیداری دلش و آزادی دلش و آزادی فکرش سبب رشد خودش در حالی که اعضای بدنش مسجون هست و زندانی هست استفاده بکند. علمای بزرگ که با برکت بودن میگفتن زندان ما خلوته و بهشت ما تو سینه ماست. خیلی از کتابهای ارزشمند و نفیس در زندان نوشتن. هیچ چیزی مانع استفاده بردن بنده خدا وقتی که خودشو پیدا میکنه و راهشو پیدا میکنه و جایگاهشو پیدا میکنه، هیچ چیزی مانعش نمیشود مگر این که خودش نخواهد از این موقعیت ها حد اکثر استفاده را ببرد. بحثی که دو شبه داریم دنبال میکنیم و مناسبت هم داره، بحث زندگی نامه حضرت علی رضی الله عنه که هر قسمت از زندگی نامه این بزرگوار مملو از درس ها و عبرت ها و ارزش ها و هدایت هاست. اگر این بزرگان را به عنوان مقتدا و الگو و قدوه حسنه برای خود انتخاب نکنیم، پس چه کار باید کرد؟ بدون قدوه نمی شود، بدون اسوه نمی شود، بدون الگو نمی شود موفق شد. باید الگو داشته باشیم. حالا الگوی خیر اگر نشد، الگوی خیر از تو فوت شد، قدوه حسنه از تو فوت شد، ناچاراً الگوی بد نصیبت خواهد شد، چون تو نخواستی که الگو برداری از الگوها و قدوه های حسنه بکنید. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه هست، در شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم که مثل رسول الله حرکت میکردن و فکر میکردن و راه میرفتن و زندگی میکردن هم اسوه حسنه هست. اونهایی که به اصحاب رسول الله اقتدا بکنن مثل این که به رسول الله اقتدا کردن. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ. بگیرید سنت من و سنت خلفای راشدین من، اونهایی که هدایت یافتگانن، هدایت شدگانن، پرونده اونها با نیکی جمع شده. خیلی مهمه، پروندهشون با نیکی جمع شده. وقتی که از دنیا رفتن هم خدا هم رسول خدا از اونها راضی بود و اونها هم از خدا و رسول خدا راضی بودن. از چنین شخصیت های دیگه الگوهای برتر داریم در عالم بشریت و بهترین مرگ نصیبشون شده، مرگ شهادت، سربلندی در میدان. اونها الگوهای ما هستند. مطالب زیادی رو در زندگی حضرت علی رضی الله عنه که با 2 جلسه نمی شود حق این بزرگواران را ادا کرد، بلکه مختصر مفید در حد اجازه دادن وقت که به ما وقت بدهد در این شبها در 2 جلسه نام پدر، نام مادر، اسلام حضرت علی، فضائل حضرت علی، شجاعت حضرت علی، فصاحت کلام و بلاغت حضرت علی و امشب گوشی دیگر از زندگی حضرت علی رضی الله عنه و زندگی ارزشمندی که همش هدایت و توسعه هدایت است و همش خیرخواهی برای بشریت است. موضوع 8 همسران حضرت علی رضی الله عنه. حضرت علی رضی الله عنه در طول زندگیش 9 زن گرفته، 9 همسر انتخاب کرده به اضافه 1 کنیز.
که به ترتیب در رأس همه همسران حضرت علی رضی الله عنه فاطمه زهرا هست، دخت گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم. 4 مرد بزرگ در صدر اسلام زندگی می‌کردند، 4 مرد بزرگ تأثیرگذار بر زندگی بشریت همراه رسول الله زندگی می‌کردند قبل از اسلام، اثناء اسلام. این 4 مرد بزرگ عبارتند از حضرت ابوبکر رضی الله عنه، 2 حضرت عمر رضی الله عنه، 3 حضرت عثمان رضی الله عنه و 4 حضرت علی رضی الله عنه. 4 مرد بزرگ که تأثیرگذار بودند. حضرت ابوبکر در جاهلیت قبل از اسلام صاحب منزلت و مقام بود. حضرت عمر سفیر قریش بود و مردی قاطع و قریش روی اون حساب میکرد. حضرت عثمان ذوالنورین یکی از سرمایه‌داران بود و حضرت علی که از طایفه بزرگ بنی هاشم و نسبش در هاشم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسید و نسب همسرش و در بیت النبوه تربیت شد. از سن 6 سالگی وارد خاندان نبوت شد و خانواده نبوت شد و زیر نظر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ام الاشراف ام المؤمنین خدیجه تربیت شد و کسب فیض کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مدیر به تمام معنا و تمام عیار بود و یک روانشناس و جامعه شناس و دوراندیش بود. تنها به این که معجزه در اختیارش اکتفا نمی کرد، معجزش دوراندیشی بود. معجزه پیامبر کلام پیامبر، اقوال پیامبر، اعمال پیامبر، اخلاق پیامبر، اینا همه معجزه پیامبره. الان از اخلاق پیامبر خیلی ها دارن مسلمان میشن امروز، چون این اخلاق دنیا در خودش ندیده، اونم در روز قحطی اخلاق. امروز تنها چیزی که قحطی اخلاقه و صداقت و امانت و تقواست و رحمت و شفقته. امروز اخلاق اون حضرت و کفار میشنون، از خود بی خود میشن. چنین اخلاقی وجود دارد؟ کی این اخلاق رو احتکار کرده؟ چرا این نور رو به بشریت نرسوندن؟ اگر من دیشب نگفتم که کشور فرانسه و بلژیک نام محمد کم کم صلی الله علیه و سلم در صدر قرار میگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اونجایی که میفهمید این 4 شخصیت تأثیرگذارن، رابطه خودش را با این 4 نفر تقویت کرد. خوب دقت بکنید، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این 4 نفر اعتنا میکنه، یعنی خدا بهش دستور داده که این 4 نفر رو داشته باش، ارتباط برقرار کن. چه ارتباطی؟ به 2 نفر دختر داد و از 2 نفر دختر گرفت. از ابوبکر صدیق رضی الله عنه و از عمر فاروق دختر گرفت و رابطه رو تقویت کرد و دختران این 2 بزرگوار شدن ام المؤمنین. هیچ مسلمانی بعد از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه نداره تو دلش خطور بکنه که من میتونم با این زنان بعد از وفات پیامبر حالا که بیوه شدن ازدواج کنم. حرامه. مادر ما هستن، به نص قرآن مادر ما هستن، ام المؤمنین، همسران پیامبر در دنیا و در آخرت. چه افتخاری بالاتر از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابوبکر صدیق دختر بگیره به عنوان همسر که نصف علم شرعی را به عایشه بدهد.
مسائل زناشویی، مسائل خانوادگی، آداب، معاشرت داخل خانه، حقوق زن، حقوق مرد، طهارت، غسل. عایشه رضی الله عنهما یکی از مکثرات در حدیث بود، نزدیک 2000 حدیث روایت کرده و یکی از فقها بود و یکی از شعرا بود و یکی از اطبا بود و انساب عرب میدونست. رابطه پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر قوی بود، با این ازدواج قوی تر کرد، ناگسستنی. و جریان ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین حفصه شنیدنیه. یک چیز خیلی ساده بوده در صدر اسلام و امروز خیلی پیچیده شده. زندگی ما هم پیچیده شده، زندگی فرزندان ما هم آشفته شده به خاطر پیچیدگی این مسئله‌ای که باید آسان بشه. ازدواج دادن و طلاق دادن در صورت عدم امکان تداوم زندگی. حفصه بیوه شد. حضرت عمر رضی الله عنه فکر نمی کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رو انتخاب بکنه، تو ذهنش خطور نکرده بود. وقتی بیوه شد رفت پیش ابوبکر رضی الله عنه، به ابوبکر گفت که حفصه رو تحویل بگیر، بدون شوهر نمونه. جوابش نداد، به دل گرفت، یعنی حفصه عیبی داره. رفت پیش عثمان گفت که اونا زنم داشتن، چقدر راحت بوده این زن بدون شوهر نمونه در جامعه اسلامی. امروز اگر آمار دخترای بالای 30 سال و 35 سال و 30 سال و از 25 سال به بالا بگیرید، واقعا آمار وحشتناکیه. رفت پیش حضرت عثمان گفت عثمان حفصه رو تحویل بگیر. گفت به من فرصت بده خبرت میدم. بعد از یک هفته گفت فعلا تصمیم ندارم. خیلی آشفته شد حضرت عمر رضی الله عنه. بعد از مدتی خیلی کوتاه رسول الله صلی الله علیه و سلم قاصد فرستاد پیش عمر خواستگاری حفصه. بعد ابوبکر رو ملاقات کرد. بعد از اینکه حفصه این افتخار نصیب شد ملاقات کرد. روزی گفت برادر عمر از من دلخور شدید به خاطر حفصه؟ گفت حقیقتا بله، فکر میکردم که حتما حفصه عیبی داره، شما همه جواب رد میدید. گفت حفصه یکی از زنهایی است که به کمال رسیده، هیچ عیبی نداره. حضرت ابوبکر به حضرت عمر میگه ولی من شنیدم که رسول الله اسم حفصه رو بر زبان جاری کرد، احساس کردم که رسول الله حفصه رو مد نظر داره، عقب کشیدم. و همطورم بود. این دو تا رابطه تقویت شد. دو مرد بزرگ، بزرگیشون در تاریخ ثابته. حضرت ابوبکر رضی الله عنه اولین خلیفه و جریان جنگ‌های رده و اهل فتنه و ارسال لشکر اسامه در روز سختی و فتنه، از یه طرف مشغول به اهل رده بود، از یه طرف باید میفرستاد. و جریان حضرت عمر رضی الله عنه و اسلام دو دولت قدرتمند زمان، فارس و روم، به برکت این شخص بزرگ. و از طرفی دیگر آمد رابطه‌شو با دو شخص بزرگوار دیگر تقویت کرد. یکیش که تربیت شده خودش بود، از سن 6 سالگی و در سن 10 سالگی مسلمان شد. جریان اسلامشو گفتیم که چقدر علی رضی الله عنه متفکر و دوراندیش بود و اهل خرد بود. در سن 10 سالگیش آمد 2 تا از دختراشو به عقد نکاح عثمان در آورد. عثمان رو داماد خودش کرد.
بعد از مدتی دختر اول که زن عثمان بود از دنیا رفت، دوباره دختر بعدیشو به عقد نکاح عثمان در آورد و پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره حضرت عثمان میفرمایند چطوری من شرم نکنم از شخصی که فرشتگان خدا ازش خجالت میکشن، شرم میکنن، از بس که شرم و حیا داشته عثمان. و بعد وقتی که دختر دومش هم فوت میکنه، همسر عثمان، میگه اگر تا 40 تا دختر داشتم یکی بعد از دیگری فوت میکرد به عقد نکاح عثمان در می آوردم رضی الله عنهم اجمعین. و اما چهارمی فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم داد به پسر عمش و تربیت شده دست خودش حضرت علی رضی الله عنه، و در نتیجه این 4 شخصیت را از 2 طرف، یکی با هر 4 تا با ازدواج، از 2 نفرشون همسر انتخاب کرد و به 2 نفرشون دختر داد و همسر داد و این 4 نفر را که در رأس عشره مبشره هستند اینطوری روابط اجتماعی خودش رو با اونها تقویت کرد. و میدونید که این 4 نفر چقدر کارساز بودن در اسلام. حضرت ابوبکر رضی الله عنه از ابتدای اسلام مال و اموالش رو خرج میکرد، از نفوذ اجتماعیش، از موقعیتش، از مقام و منزلتش برای نصرت دین رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و بعد از اونم تمام زندگیشو در اختیار رسول الله گذاشت. حضرت عمرم رضی الله عنه که به تنهایی شمشیر از غلاف کشید، گفت من فلان ساعت میخوام هجرت بکنم به تنهایی از مکه به مدینه، هر کسی میخواد که فرزندانش یتیم بشن و مادرش در داغش بنشینه و همسرش بیوه بشه دنبال من بیاد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم براش دعا کرد برای اسلامش، اللهم اعز الاسلام به احد العمرین. دعا هم باید ظرفیت داشته باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای 2 نفر دعا کرد که اسلام را با یکی از این 2 تا عزت ببخش، اما ظرفیت عمر رضی الله عنه برای هدایت مستعد بود. مثل این میمونه که یه نفر ازدواج نکرده تو دعا بکنی چه؟ خدایا بچه بهش بده. مثال واضح تر بزنم، تو دعا خیلی مهمه. این یه نفر بخیله، نماز 5 وقت میخونه، روزه گرفته، حجش هم رفته، اما بخیله، سنش هم بالاست، کارش نمیشه کرد. تو هر چی براش دعا بکنید دیگه این سخی نمیشه. نمازخوان خوبی هم هست اما بخیله. ولی یه نفر جوانه، 30 سال سنشه، سالی 100 میلیون خرج عیاشی و شرابخوری و فلان و ریخت و پاش میکنه، هر کسی میره طرفش دست و دل بازه، هم برای فساد عیاشی خرج میکنه هم برای چه کارهای دیگه. این طبعش سخیست، فقط راهو گم کرده. اگر دعا کردید که خدایا اینو هدایت بده تا این انفاق و این سخاوت در راه تو باشه. نکته های ظریفی است در دعا. عمر مسلمان شد به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم و خداوند اون دعا رو در حقش مستجاب کرد و ملتی را چه به فیض رسوند. حضرت عثمان رضی الله عنه لشکر را به تنهایی در روز سختی تجهیز میکرد. چاهی که در اختیار یهود بود به امر پیامبر اون چاهو خرید و مسلمانان را از وابستگی به یهود در مدینه در آورد و وقف مسلمین کرد. هنوز اون چاه و مزرعه بئر عثمان در مدینه وجود داره. این سفر که ما رفتیم، خدا نصیب شما بکنه، رفتیم اونجا، تعدادی از دوستان رو بردم من اونجا. هنوز اون چاه آب داره بعد از گذشت 1000 خورده ای سال، 1400 خورده ای سال، هنوز چاه آب داره، مزرعه بزرگی کنارشه و مزرعهش هم آباده. اما تصور بکنی 1400 خورده ای سال وقتی که پیامبر آشفته بود که چرا این آبی که مسلمان‌ها بهش احتیاج دارن در اختیار یهود باشه، تشویق کرد. حضرت عثمان بلند شد به تنهایی اون چاهو خرید و آبشو وقف مسلمین کرد. و در روز سختی لشکر تبوک و حضرت عثمان به تنهایی تجهیز کرد.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حضرت عثمان گفت که بعد از این انفاق و این تجهیز در روز سختی هیچ چیزی به عثمان ضرر نمیرساند. حضرت علی که الان 2 شبه در بارش داریم میگیم درباره فضائلش و فصاحتش و شجاعتش و زندگی نامش، همسران علی در رأس همه فاطمه رضی الله عنها. در طول حیات فاطمه با هیچ زنی بعد از فاطمه ازدواج نکرد. فاطمه رضی الله عنها اولین خویش رسول الله صلی الله علیه و سلم که با فاصله کوتاه 6 ماه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسول الله ملحق شد. پس اولین همسر حضرت علی رضی الله عنه که منشأ تسلسل ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم سادات و سیدات حسنی و حسینی بود از فاطمه هست. همسر دوم امامه بنت ابی العاص ابن الربیع. ابی العاص ابن الربیع داماد رسول الله صلی الله علیه و سلمه و امامه دخترزاده رسول الله صلی الله علیه و سلمه. یعنی حضرت علی رضی الله عنه هم داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داماد دخترزادهش از زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سومین همسر حضرت علی ام البنین بنت حرام بنت خالد ابن ربیعه. چهارمین لیلا بنت مسعود ابن خالد ابن مالک. پنجمین همسر حضرت علی اسما بنت امیس الخثعمیه. ششمین همسر حضرت علی رضی الله عنه ام حبیبه بنت زمعه بنت ابن بحر. هفتمی ام سعید بنت عروه ابن مسعود ثقفی. هشتمی مخبه بنت امرؤ القیس ابن عدی. و نهم خوله بنت ایاس ابن جعفر ابن قیس الحنفی. علاوه بر این 9 تا زن که در طول زندگیش تصور بر این نشه که این 9 تا رو یک جا داشته، حرامه، بجز برای پیامبر صلی الله علیه و سلم که مسئله تعدد ازواج بیشتر از 4 تا در آن واحد جزو خصوصیات پیامبر صلی الله علیه و سلم که فلسفه تعدد ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم بیش از 4 تا فلسفه داره. یکی فلسفه سیاسیه، یکی فلسفه تشریعیه، یکی فلسفه اجتماعیه و یکی فلسفه تعلیمی است که این بحث مفصلی است. پرداختن به این 4 فلسفه یا حکمت تعدد ازواج پیامبر: فلسفه تعلیمی، فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی و فلسفه چه بود؟ سیاسی. گفتم 4 تاست. علی کل حال 4 تا برای یک مناسبت دیگری. علاوه بر این 9 تا در طول زمان همسری داشتن به اسم صهبا با صاد بنت ربیعه التغلبیه و ایشون ام ولد بودن. البته درباره این 9 تا بعضی هم گفتن که یکی 2 تا از اینها دوباره چه کنیز بودن. ام ولد به کی میگن؟ مادر فرزند. اصطلاح فقهیه. به کنیزی که به همسر شخصی در بیاد و به کنیزی که در اختیار سهم مردی واقع بشه، بعد اون کسی که صاحب اون کنیزه با اون کنیز نزدیکی بکنه و از اون فرزندی براش به دنیا بیاد. اگر فرزندی براش به دنیا آمد بعد از مرگ سیدش آقاش، این کنیز چه خود به خود آزاد میشه و این کنیز بهش میگن ام ولد. اما اولاد حضرت علی رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه 14 پسر و 18 دختر داشته. با برکت بوده. توسعه اسلام، چه نسل مبارکی، چه توسعه مبارکی. هر کدومش دنیایی بودن، از تقوا و علم و درایت و فهم و پس 14 پسر از این تعداد همسرانی که ذکر شد. 1 و 2
حسن و حسین، مادرشون که مشخصه، فاطمه. حسن و حسین مادرشون مشخصه، فاطمه. پس 1 و 2 حسن و حسین. 3 محمد الاکبر از مادری به اسم خوله بنت ایاس، مشهور به محمد ابن الحنفیه. محمد اکبر مشهور محمد ابن الحنفیه. 4 و 5 یعنی پسر 4م و 5مش عبدالله الاکبر ابوبکر از همسری به اسم لیلا بنت مسعود. عبدالله فرزند پسر 4م و ابوبکر فرزند پسر 5م از زنی به اسم همسری به اسم لیلا بنت مسعود. هر دوی عبدالله الاکبر و ابوبکر در کربلا همراه امام حسین برادرشون اونجا چه شرکت کردن و هر دو به شهادت رسیدن. اینا رو داشته باشید. بعد 6م و 7م و 8م و 9م عباس الاکبر، عثمان، عبدالله الاصغر و جعفر از ام البنین بنت حرام. همه آنها در کربلا شرکت داشتن و همه به شهادت رسیدن. 4 تا اینجا 2 تا اونجا، برادرشون رو تنها نگذاشتن. از جمله این افراد یکیش ابوبکر، یکیش عثمانه. برداشت چیه؟ چقدر روابط صمیمانه بین این 4 بزرگوار بود. انسان اگر من از نمرود خوشم نمیاد، آیا اسم پسرم نمرود میذارم؟ شما شنیدی در عالم مگه ما دنبال پست و مقام نیستیم؟ همه پست و مقام رو دوست داریم. هر کسی بگه من دوست ندارم دروغ گفته. همه مال رو دوست داریم. آیا شده مسلمانی اسم پسرش قارون بذاره؟ شده مسلمانی اسم پسرش قارون بذاره؟ نیست. اگر حضرت علی رضی الله عنه ابوبکر و عمر و عثمان رو دوست نداشت و رابطه صمیمانه و رابطه دوستانه، عاطفی، ایمانی، ربانی، خدایی، نبوی با این بزرگواران نبود، تو انتخاب اسم فرزند که دیگه چه؟ انسان حق خودشو داره. حالا میگیم به زور عمر گردنش انداخت، طناب بردش، بیعت ازش گرفت به زور با قدرتی که داشت. یعنی عمرم طناب انداخته گردنش که اسم پسرت بذار، اسم من. این که دیگه وارد نیست. تفکیک نکنیم. ششم و 7م و 8م و 9م عباس الاکبر، عثمان، عبدالله الاصغر، جعفر از مادری به اسم ام البنین بنت حرام. هر 4 تا در کربلا شرکت داشتن همراه برادرشون امام حسین و هر 4 تا به شهادت رسیدن. 10م محمد الاصغر، مادرش ام ولد بوده، در کربلا شهید شده همراه برادرش امام حسین. 11م و 12م یحیی و عون از همسری به اسم اسما بنت امیس. 13م عمر از همسری به اسم ام حبیبی تغلبیه. عمر از همسری به اسم ام حبیب التغلبیه. و 14م محمد الاوسط از همسری به اسم امامه بنت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. 14 فرزند پسر، همشون خواهان شهادت. وقتی باباشون چه شهید میشه همشون خواهان شهادته. باباشون بهشون گفته و جدشون بهشون گفته که بهترین مرد شهادته. اما دخترانه و بعضی روایات ضعیف هست که فرزند 15می هم به حضرت فاطمه و علی نسبت دادن به اسم محسن که در شکم فاطمه مرده و مرده به دنیا آمده در نتیجه ضربتی که حضرت عمر بر شکم فاطمه وارد کرده و سقط جنین کرده. جنین در شکم فوت کرده و مرده به دنیا آمده و سبب شهادت فاطمه شده.
تاریخ میفهمه که فاطمه وفات یافته. چند سال بیشتر نیست که میشنویم فاطمه شهید شده. اگر شهید شده پس کسی که خنجر وارد کرده یا ضربه زده کی بوده؟ اگر عمره که دروغ محضه. این روایتی دروغینه صرفاً برای اختلاف بین مسلمین. کتب تواریخ معتبر و موثوق، هم کتب تواریخ مسلمین و هم بیگانگان، شیعه و سنی، چه دستایی در کاره. چطوری عمر به خودش جرأت میده که به دخت پیامبر صلی الله علیه وسلم که شوهرش علی است چنین اجازه‌ای بده بزنه ضربه تو شکمش؟ تاریخ ننویسه که عکس العمل از اهل مدینه و همسرش که علی شیر خداست. دیشب درباره شجاعت حضرت علی گفتیم، مثال هایی رو چه مطرح کردیم در غزوه خندق و در جنگ بدر و در بستر مرد خوابید در شب هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. چه تاریخ نقل نکرده که بلند شدن، قیام کردن، شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدن برای حفظ ناموسشون. تاریخ ننوشته. پس از کجا وارد تاریخ اسلامی شده؟ چه دستی پشت کاره؟ چه کسانی میخوان که آرامش رو از امت اسلامی و وحدت و اتحاد رو از امت اسلامی بگیرن؟ چه بازاری در کاره که اگر حقایق رو بگیم بازار کساد میشه، تجارت کساد میشه، بازار خیلی ها تعطیل میشه. بعضی موقع بازاره از کانال اختلافی تجارتی راه افتاده. تفرقه بنداز، حکومت کن. در هفته وحدت باید حقایق گفته بشه تا وحدت کامل ایجاد بشه. حقایق رو اگر سانسور بکنیم، تو هفته وحدت مجامله بکنیم، چیزی که بالاخره میدونیم که بعد از هفته دوباره مطرح میشه، سانسور بکنیم و مسائل و چابلوسی و مداهنه و مجامله، هیچ موقع به وحدت نمیرسیم و دچار مشکل میشیم. پس حضرت عمر رضی الله عنه چنین اجازه‌ای و چنین جرأتی به خودش نمیداده که بیاد چه همچی کاری بکنه. دو، و حضرت علی اجازه نمیداده رضی الله عنه که بزنن تو شکم همسرش و سالم باشه و زنده باشه و تو مدینه باشه. حضرت علی که ما درباره شجاعتش و مترسیش و غیرتش و ناموس پرستیش و نیرومندیش و مهارتش برای شمشیر زدن و تعصبش چند شب پیش صحبت کردیم، مگر این که اون علی که میگن عمر زد به شکم همسرش هیچ عکس العملی نشون نداد، اون علی غیر از این علی است که شوهر فاطمه است و داماد پیامبره. علی بی غیرت، بی ناموس، ذلیل، جبان، ترسو، بی خاصیت. اما علی که ما سراغ داریم و فضائلش رو داریم میگیم، اون علی به عمرو ابن عبدود مهلت نداد، به ولید ابن ربیع عتبه مهلت نداد تو غزوه بدر. هنوز شمشیرش از غلاف نکرد. پهلوان قریش کارش ساخت. اون علی که در غزوه خندق دیدیم، اون علی که در غزوه بدر دیدیم، اون علی که در جاهای دیگه دیدیم، اون علی خیلی بزرگه در نظر ما و حتما علی دیگری هست. شاید این عمر هم عمر دیگری باشه، ولی این دوتا برنامهشون چیز دیگه است. مسئله بعدی دوباره تو این راستا، حضرت علی آمد دخترش، حالا تو دخترای حضرت علی اولین دخترش ام کلثوم الکبری، دختر فاطمه زهرا همسر عمر. خوب دقت بکنید، 18 تا دختر داره.
اولین دختر فاطمه زهرا ام کلثوم الکبری دختر فاطمه. وقتی میگیم که ام کلثوم دختر فاطمه، بعضی میگن نه این کنیز فاطمه بوده. کدوم کنیزیش؟ نیستی که باورشون نمیشه. یعنی علی میره دخترشو به عمر میده؟ ام کلثوم الکبری دختر فاطمه زهرا، دختر حضرت علی و فاطمه زهرا همسر عمر رضی الله عنه، مادرش لگدمال بکنه، برادرش رو سخت بکنه، برادرش مرده به دنیا بیاد، چطوری این دختر، حالا بگیم مادرش، چطوری این دختر به خودش اجازه بده زن همچین مردی بشه که برادرش رو کشته تو شکم مادرش و اهانت به مادرش کرده. علامه زین الدین عاملی از علمای برجسته شیعه در کتاب مسالک الافهام درباره کفاءت وقتی صحبت میکنه از ازدواج عمر و ام کلثوم دختر فاطمه زهرا یاد میکنه، مراجع شیعه. و علامه کلینی در کتاب الکافی صفحه 311 جلد 2 دوباره به این مسئله اشاره میکنه که ام کلثوم دختر فاطمه بوده نه کنیزش و همسر عمر بوده. پس چه دستی در کار این